And ATP washed Spider out. And now, no, you me. No, you me. Oh. Yep. There's the glasses. Oh, I don't know. It's the glasses. The glasses are the connection. Thank you, Daddy. And the BT Spider. That's a wrap, buddy. That's a wrap. این هفته خبر تو خبر داره براتون. از صدروزه شدن دولت آخوند رئیسی و حلوا کردن یک جلاد بی‌سواد توسط این امام جمعه آبخورگیر. اولین امتیاز دولت 13 و رئیس جمهور عزیز و مؤمن و متدین و فقیه ما آیت الله رئیسی، اولین نکته‌ای که در ایشون هست همینه دیگه. وقتی یکی الا بختکی بره اون بالا و تریبون دستش بیفته، صحنه همین میشه که ملاحظه میکنید. حالا آخوند رئیسی در پایان صدروز چی کار کرده؟ هیچی، رفته 4 سوال از اقتصاددانها پرسیده. 4 سوال رئیس جمهور از اقتصاددانان. آقای رئیسی در نشست با اقتصاددانان با طرح 4 سوال دیدگاه‌های آنان را درباره شاخص‌های کلان اقتصادی، تورم، یارانه پنهان و رشد اقتصادی جویا شد. با این وضعیتی که اقتصاد آخوندا داره، اگه قرار باشه اقتصاددانها بهشون کمک کنن، یه چنین وضعیتی پیش میاد. بله، آخوندا در حالی از رئیس جمهور قاتل خامنه‌ای تعریف میکنن که به اعتراف خودشون این وضعیت زندگی و خورد و خوراک مردمه. داشتم حساب میکردم اگه یه نفر مصطفی صبح به صبح یه دونه نون بخوره با 2 تخم مرغ، خب، و نهار هم همینو بخوره، نه چیز دیگه، و شام هم همینو، هیچ چی دیگه نخوره، برنج نخوره، گوشت نخوره، مرغ نخوره، یه خانواده 4 نفره با این شکلی که عرض کردم، یعنی فقط نون و تخم مرغ بخورن، 2,700,000 تومان هزینه خورد و خوراک ماهیانه‌شون میشه. به شرطی که میگم من روغن رو حساب نمی‌کنم، نمیدونم مثلا گاز و اینا رو حساب نمی‌کنم، ماکارونی، اصلا میگم فقط نون بخوره با تخم مرغ، همین، حتی املت هم نه. بریم به دفتر شهرداری تهران، یعنی محل اجتماع دوست‌ها، و ببینیم اونا برای حل مشکلات مردم چی کار میکنن. رو بال ابر سوارم، سله میخوام بیقرارم، رو بال ابر سوارم، سله میخوام بیقرارم، انتظار به براته. جالب اینجاست که توی همین وضعیت ادعای پیشروی در تمدن اسلامی هم دارن. نسخهش رو هم این آخوند بی عمامه به سفارش عظما اینطوری میپیچه. گام دوم هست. بله. خب این تمدن نوین جهان اسلام، ما طلایه‌دارش کشور خودمون رو میدونیم، با سرمایه های شهیدان گرانقدرمون، حاج قاسممون، سرمایه گرانقدر امام راحل رحمت الله علیه و مدبری ها و رهبری های داهیانه مقام عظمای ولایت و همه مردم. بنابراین وقتی ما میخوایم به سمت تمدن نوین جهان اسلام بریم، باید در کشور خودمون زمینه هاش رو فراهم کنیم. افزایش جمعیت یکی از ویژگی های تحقق این تمدن نوین جامعه اسلامی است. البته خودشون هم میدونن که دوره این جنگولک بازی هم تموم شده و آخوند رئیسی فرصت زیادی نداره.
دولت آقای رئیسی هم فرصت زیادی نداره زیر 1 سال بعد یک تکانشی به معیشت جامعه بده که بتونه اون به هر حال ما غریبه نیستیم. تو انتخابات اخیر ما افت مشارکت داشتیم و این افت مشارکت بخش عمدهش برگشت به هم مسئله دلنگرانی معیشتی بود که متاسفانه خارج از کشوریا مصادرهش کردن به عنوان براندازی که حالا اونم بحث مستقلیه. دقیقاً به خاطر همین ترس هم است که مامورای وارفته نیروی انتظامی به چنین جنگولک بازی‌های مسخره‌ای رو میارن. عقبی بکش بیرون، عقبی بکش بیرون محمد. هر چقدرم بپر کنن توی آتیش به اختیار بودن به گرد پای این هم نمیرسن. نمایش واکسن اوزما هنوز که هنوزه توی نظام خبرسازه و کار به اونجا رسیده که توی تیویدیش هم از طبقات اون نمایش مضحک حرف میزنن. چی شد که یک دفعگی بلافاصله بعد از تزریقی که حضرت آقا داشتن در مورد برکت تمام رسانه‌های معاند فارسی زبان و غیر فارسی زبان اومدن توجهشون و پیکان هدف و حملهشون رو گذاشتن روی واکسن برکت؟ یعنی قبل از این نوع نگاه و نوع مواجهه یه چیز دیگه بود، بعد از این اومد فضا تغییر کرد. مهمترین نکته‌ای که هستش بحث سر همین ابهامات و سوالایی که اولا آیا این واکسن بود یا مقطر بود. مصداقاً اونی که بر حضرت آقا تزریق شد. آره در مورد بحث حالا چه بحث حضرت آقا و بعد اومدن گفتن این آقایون خودشون اومدن، یعنی سران نظام اومدن واکسن فایزر رو استفاده کردن. آخوندا میخواستن با اون جنگولک بازی ها عثمان رو سوار خر بحران ها کنن، اما جفنگیات آخوندا تمامی نداره. از حالا برای قیمت زمین در زمان ظهور امام زمان هم نقشه کشیدن. در ظهور امام زمان با اینکه مسائل اقتصادی حل شده هست و اصلا سیستم تولید مال، سیستم اراده انسان و خلاقیت اراده انسانی، شما خودتون نگاه به سنگ میکنین طلا میشه، ببخشین و به همین آسونی. تو اون شهری که 100 فرسخ در 100 فرسخ وسعت اون شهر میشه، یعنی نجف و کوفه یکی میشن و تمام بیابانهای اطرافش همه میشن شهر و زمینا هم خیلی گرون میشه، هر متری 1000 سکه طلا، متر مربع. تو روایات قیمتاش از الان معین شده. حتی تو روایات داریم اگه میتونین یه خونه تو کوفه برای خودتون الان بریم بخرین، بعد دیگه گیرتون نمیاد. اگه سوالتون شده که چطوری میشه هم روزه خوند و هم خندون، به حرفای این آخون شکمبه مراجعه کنید. آتش برزخ چند درجه است؟ آتش برزخ ما درجهشو نمیدونیم. اگر کسی رو از آتش اون طرف درش بیارن بذارنش رو کوهی که کلش آتیش شده، از استراحت خوابش میبرن. مشنگستان این هفته رو با یادآوری این کلیپ منتشر شده در فضای مجازی به پایان میبریم. عزیزم یه عدد بین 1 تا 7 برای من میگی؟ 3. مرسی. عزیزم بله. یه عدد بین 1 تا 7 برای من میگی؟ 2. مرسی. عزیزم بین 1 تا 7 یه عدد بگو. 5. مرسی.
بین 1 تا 7 یه عدد به من بگو. 2. مرسی. 1 تا 7 رو شما انتخاب بفرمایید. بنده شماره 8. باز هم تیویریش و باز هم سوتی‌های زنجیره‌ای. دختر آخوند خزعلی رو که الان معاون آخوند رئیسیه آوردن توی تیویریش. بعد ببینید اسمش رو روی چی زیرنویس کردن. ببینید دورکاری با نظر مدیر و در واقع مسئول و کارفرما هست. بستگی داره که اون کار قابلیت دورکاری داره یا نه، یا بخشی از اون کار قابلیت دورکاری داره یا نه، یا چند روزه در هفته میتونن دورکاری داشته باشن. همون وضعیتی که در ایام کرونا بود که گاهی اوقات تقسیم میشد و بعضی روزها بعضی از کارمندها دورکاری داشتن و بعضی نداشتن. حکایت خالی بندی های تیویریش یه چیزی تو این مایه هاست. سکانس آخر برنامه این هفته رو به صحبت‌های یک کودک شیرین زبان اصفهانی اختصاص دادیم که در جمع کشاورزان معترض اصفهان حرفای جالبی میزنه. یا والا ما این شغل مامون رفته بودم برای همه استانداری هم گفتن خب اصلا هیچکی نایمده بود. سنم من پیرا جوون بچه کوچیکا بزرگمه باید هم همت بدن که این آبی ما باشه میشنوی صدا شما ولی رایتانی ولی همه میشنوی صدا شما آقا شما صبح نمیخوایی این آبا بخوری زنه بچه این آبا دی بخون بخورن یعنی همون ما فقط کمان رایتانی حداقل شما کار ادعاتون میشه تا حرف میزنی نه حداقل برای خودمون کنی نگوامی میکنی فقط بزنین فقط تو اون وقت بزنین که حداقل برای خودمون باشه فقط باشد میام فقط این فقط باشه دست این پسرمون رو ببینسم میگو رمزشی باید شدن این آفه بکنی فقط هم بدی باید خب این نیرو گاه وفرسه فولادی از بس